دو کانتینری عظیم در نزد در خانه ظریف بابایف در کوچه نانگاه پایان در حدود ترمینال شهر کولاب. خانواده ظریف بابایف مجبور است هر روز از پشت خانه در و برا کند. این کار را به گفته بابایف صاحبان ترمینال مسافرکشی مخصوص کردند. امی اوز اینمی خیلی استودگیم قطعی ای طرف درستم خب مغازینای همسایه اوجا همسایه نه همسایه ای پیشتم اینا زپراف کای عینای برم автовокзал پیشم автовокзал همو مردک انصاف نداره یگان مایده عقل فراست نداره دروما دابورو دیدگی خونه مرا همو نگلی ابرازم رای مرا محکم کگی ای خدا نمیترسه که مرا خیلی کدسای. ترمینال کولاب را سالها پیش خصوصی کردند. خانه‌هایی را که در حدود ترمینال بود خریدند و با آن همراه ساختند. و غیر از خانه ظریف بابایف در درون ترمینال دیگر خانه دیدن نمی شود. رهبران ترمینال می گویند کانتینرها را در حدود ترمینال و قانونی گذاشتند. اما ظریف بابایف می گوید که غیر قانونی است و به دادستانی و دادگاه شکایت برده است. رای مرا محکم کردم و سود شهر کولاب رفتم عریضه کردم دادم. گفت که امروز سود دادر اومدم در تلفنم ضبط کردی داشتم همین کانتینر را نشون دادم. گفت بنویس هرزاب نویس من خیلی گبر کوفتم پروکراتورش دم نوشتم هم خیلی رئیس شهر کولاب دم نوشتم هم تری. رهبران ترمینال گفتند که راه برآمد و مغازه‌ها در حدود ترمینال قرار دارد. با گفته فردوس سیدوف مدیر ترمینال مسافرکشی کولاب راه ظریف بابایف در گذشته باز بود ولی خودش یک قسمتش را فروخت و قسمت دیگرش را بست. با گفته سیدوف آنها به ظریف بابایف پیشنهاد کردند خانه‌اش را بفروشد اما او نخواست. خود ظریف بابایف این معامله را تصدیق کرد. همین دروازه من همون خلال میرسونده من همین تمدرم ما گفتم برادر اگر خلال رسونه دروازه من مرحمت کنه بخارش من ببرم میرم همین جای یگان جای گپش نیست یگان پرابلم نیست با ما یک جای دیگه با جام میوم زندگی کن بگیرم همین سرم دتا یکم پانو باشه برف بارون هیچ گپ نیست مابته من همین خزم میرم. گفت یک خانه دارم مالیشش میکنم رفتن خانه را دیدن خانه نمیشه و خانه کونه جزیره ما گفتم که اوشنا خانه نمیشه پول نقدم بده بگیرش بره. حالا دو طرف از بالای همدیگر به مقامات شکایت بردند و به حق بودن خیش پافشاری دارند. بحث آنها چند سال است که حل خود را پیدا نکرده است. یکی میگوید راه برآمد از خانه‌اش را بستند، دیگری میگوید بر اساس قانون عمل کرده است. کی حق هست و کی ناحق تا کنون معلوم نشده است و دو طرف منتظر پاسخ مقامات هستند که حق را از ناحق جدا کنند.